سلام به شما ایران بروکریای عزیز. امروز قصد داریم درباره هر چیزی که معامله‌گران بازارهای مالی مخصوصاً معامله‌گران بازار کریپتو باید درباره صرافیشون بدونن صحبت کنیم. پس در ادامه ویدیو همراه ما باشید. یکی از نکاتی که باید مد نظر داشته باشید اینه که احراز هویت راحت و خوبی داشته باشه ثبت نام داخل اون صرافی. مثل این سری از صرافی‌های خارجی که ما رو تحریم کردن و وقتی با آی پی ایران داخل صرافی میریم اجازه ثبت نام نمیدن نباشه. کیف پول داخلی داشته باشه که برای انجام هر معامله نیاز به انتقال به کیف پول شخصی مثل تراست والت نداشته باشیم و بحث کارمزدهای انتقالش و این قبیل مسائل پیش نیاد. خرید ارز به صورت ریالی بتونیم داشته باشیم که مزیت خیلی مهمیه که با کارت‌های بانکی خودمون بتونیم واریز وجه داشته باشیم و لحظه‌ای بتونیم خرید بکنیم. برداشت ریالی بتونیم انجام بدیم به صورت سریع و کمتر از یک روز واریز وجه داشته باشه به حساب شخصیمون. برای خرید بتونیم به صورت‌های مختلف خرید داشته باشیم، به صورت اسپات، مارکت، استاپ لیمیت و اوسیو. ارزهای مختلفی رو داخل خودش داشته باشه. رمز ارزهای رایجی که توی بازار موجود هست رو داخل صرافی بتونیم معامله کنیم. اپلیکیشن اختصاصی داشته باشه برای سیستم عامل‌های مختلف تلفن همراه که راحت بتونیم همه کارهایی که مرتبط با اون صرافی هست رو داخل اپلیکیشن اون انجام بدیم. و یکی از مهمترین مسائلی که باید مد نظر داشته باشیم کارمزد پایین داشته باشه برای انجام معاملات خودش. و از همه این موارد مهمتر باید امنیت بالایی داشته باشه. در هر صورت شما دارید سرمایه خودتون رو داخل اون صرافی میبرید، باید از هر نظر امنیت سرمایه خودتون رو تأمین کنید و خیالتون از امنیتش راحت باشه. صرافی نوبیتکس بزرگترین صرافی ایرانی توی حوزه رمزارزهاست که سعی کرده اکثر نکاتی که برای یک معامله‌گر مهمه رو توی خدمات خودش جا بده. پس بریم سایت این صرافی رو بررسی کنیم. توی صفحه اصلی صرافی نوبیتکس توی این تب بالا شما میتونید قیمت لحظه‌ای تمام ارزهای دیجیتال رو مشاهده بکنید. روی قسمت سایر ارزهای دیجیتال که بزنیم تمام ارزهایی که توی صرافی نوبیتکس هست رو به شما نشون میده. همونطور که مشاهده میکنین با جفت ارز تومان و تتر رو داره. رو تتر که بزنیم قیمتش رو به صورت تتری میتونین مشاهده بکنین و هر کدوم از اون ارزهایی که بخواین خرید بکنین روی قسمت خرید و فروش کلیک بکنین وارد بازار اون رمز ارز میشه. توی این قسمت میتونین بیشترین افزایش قیمتی که یه ارز توی 24 ساعت گذشته رو داشته رو ببینین. توی این قسمت بیشترین حجم معامله‌ای که توی 24 ساعت گذشته یه ارزی داشته رو مشاهده میکنین و این تب هم جدیدترین رمز ارزی که نوبیتکس اضافه کرده رو میتونین مشاهده بکنید. توی قسمت معرفی به دوستان شما میتونید یه ریفرال کد برای دوستان خودتون بفرستید که با کد دعوت شما توی نوبیتکس ثبت نام بکنن و این میزانی از کارمزد تراکنش اونها به عنوان هدیه به شما داده میشه و شما میتونید این میزان رو خودتون تعیین کنید که از 0 تا 30% هست که میتونید درصدهای مختلفی رو تعیین کنید که چه درصدی به شما بده و چه درصدی به دوستتون بده، یا میتونید کارمزد خودتون رو 0 و کارمزد دوستتون رو 30% بکنید. خب ما میذاریم روی 15 یعنی 50-50 باشه کارمزد تراکنش ها. روی ساخت کد دعوت کلیک میکنیم. کد دعوت ما ساخته شد. میتونید روی قسمت کپی لینک بزنید و اون کد رو برای دوستان خودتون ارسال بکنید. توی این قسمت شما میتونید تراکنش هایی که دوستان خودتون داشتن رو ببینید که چقدر معاملات داشتن، چه تعدادی با ریفرال کد شما ثبت نام کردن و مجموع کارمزد دریافتی شما توی این مدت چقدر بوده. کدهای دعوتی هم که ایجاد کردین توی قسمت پایین میتونین ببینین و هر کدوم رو بر اساس کدهایی که داشتین برای دوستان خودتون ارسال بکنید. توی این قسمت هم راهنمای استفاده از نوبیتکس رو میبینید و اگر سوالی داشتید در خصوص کار با صرافی نوبیتکس توی این قسمت میتونید مشاهده بکنید و سوالات رایجی که اکثر مخاطبا داشتن رو خودش به صورت پیش‌فرض داخل این صفحه قرار داده. حالا توی قسمت داشبورد خودمون وارد میشیم. از این قسمت وارد داشبورد خودمون میشیم. صرافی نوبیتکس جدیداً پنل جدیدی برای خودش اضافه کرده که شما میتونین به پنل قدیم هم مراجعه بکنین. اگر کاربر قدیمی نوبیتکس هستین و با اون صفحه و پنل راحت ترین میتونین با پنل قدیم کار کنین. پنل جدید هم خب مزیت‌های خودش رو داره. حالا ما با پنل جدید توضیحاتمون رو میدیم. توی صفحه اصلی داشبورد میتونین وارد پروفایل شخصی خودتون بشین. توی پروفایل من اطلاعاتی که وارد کردین رو اینجا میتونین مشاهده کنین، ایمیلی که دادین، نام خانوادگی، کد ملیتون و شماره همراهی که داخل سایت وارد کردین و احراز هویت شدین. الان ما توی سطح کاربری 2 هستیم. توی این سطح کاربری محدودیت برداشت تومانی روزانه ما 300 میلیون تومان هست و مجموع برداشت روزانه
500 میلیون تومان. محدودیت برداشت رمزارزی روزانه 200 میلیون تومان است و مجموع برداشت ماهانش 3 میلیارد تومان. اگر بخوایم سطح کاربری خودمون رو ارتقا بدیم میتونیم روی ارتقای سطح کاربری بزنیم و میبینید که سطوح مختلف کاربری که داره هر کدوم چه محدودیت‌هایی دارن و چه مزیت‌هایی دارن توی این صفحه. توی همون قسمت پروفایل ها یکی از نکات مهمی که باید بهش توجه کنید امکانات نوبیتکس هست که وارد اون که بشین کانال تلگرامی نوبیتکس رو به شما داده که میتونین آخرین خبرها در خصوص رمزارزها رو توی کانال تلگرامیشون دنبال بکنین و یه ربات تلگرامی داره که با فعالسازی ربات تلگرامیش میتونین یه سری از اعلان‌هایی که نوبیتکس در ربات خودش قرار داده رو برای خودتون فعال کنین، مثل استعلام قیمت لحظه‌ای رمزارزها، اطلاع رسانی خودکار بر اساس قیمت و زمان، اطلاع رسانی واریز و برداشت و اطلاع رسانی ورودتون به پروفایل شخصیتون. خب توی قسمت تنظیمات که وارد بشیم شما میتونید تنظیمات شخصی خودتون توی صرافی نوبیتکس رو انجام بدین. خب همونطور که ابتدای ویدیو بهتون گفتم یکی از نکات مثبتی که یک صرافی میتونه داشته باشه اینه که یک اپلیکیشن اختصاصی داشته باشه. نوبیتکس این اپلیکیشن اختصاصی رو داره. توی صفحه اصلی پنل خودتون توی قسمت امکانات وارد قسمت دانلود اپلیکیشن که بشین توی سیستم‌عامل‌های مختلف اپلیکیشن نوبیتکس ارائه شده، هم برای اندروید هم برای iOS. توی بازارهای مختلف هم میتونید اون رو دانلود بکنید. حالا ما این رو توی دو تا سیستم عامل نصب کردیم، هم توی اندروید هم توی iOS. شما میتونید الان توی صفحه مشاهده بکنید که رابط کاربریش توی اندروید و iOS چجوری است. خب کیف پول داخلی صرافی نوبیتکس هم کیف پول داخلی برای واریز ریالی داره و هم کیف پول رمزارزی. توی صفحه داشبورد خودتون وارد کیف پول‌های من که بشین توی این قسمت ارزش کل موجودیتون رو میتونه بهتون نشون بده، موجودی که در دسترس دارین رو توی اینجا میبینین. و یه قسمت جدیدی که صرافی نوبیتکس اضافه کرده پورتفوی لحظه‌ای هست که میزان سود و زیان خودتون توی 24 ساعت گذشته رو بهتون نشون میده. روی اون که کلیک بکنین و فعالسازی پورتفوی که بزنین درخواست شما ارسال میشه و توی 24 ساعت گذشته سود و زیان شما رو توی پورتفوتون نشون میده. وارد کیف پول دوباره میشیم. توی قسمت پایین دارایی‌های کیف پول خودتون رو میتونین تومانی یا تتری نمایش بدین. ما الان تتری که نمایش میدیم ارزش دارایی‌هامون رو به تتر توی این قسمت بهمون نشون میده و تومان رو که بزنیم ارزش دارایی‌هامون رو به تومان نشون میده. برای واریز تومان به کیف پولمون روی واریز کلیک میکنیم. یکی از کارت های بانکی خودمون رو انتخاب میکنیم. مقداری که میخوایم واریز کنیم رو توی این قسمت میزنیم. فرضاً 500,000 تومان. تایید رو که بزنیم وارد درگاه بانکی میشه و میتونیم اینجا کارت خودمون رو وارد کنیم و از این طریق واریز ریالی داشته باشیم. اگر هم بخوایم موجودی ریالی داخل کیف پول خودتون رو برداشت بکنین روی گزینه برداشت که کلیک بکنین اینجا میتونین کارت خودتون رو انتخاب بکنین. مقداری که میخواین برداشت کنین رو توی این قسمت وارد کنین. کد شناسایی دو عاملی خودتون یا همون گوگل اتنتیکیتور خودتون رو اینجا بزنین و درخواست برداشت رو بزنین. یه مزیتی داره صرافی نوبیتکس که میتونه برداشت های شما رو توی یه سری از بانک ها خارج از سیکل پایه و خیلی سریع براتون واریز بکنه. دوباره وارد کیف پول میشیم. برای خرید سایر رمزارزها هم شما میتونید از داخل کیف پول عمل بکنین. هم میتونید روی قسمت خرید و فروش بزنین که وارد بازار خرید و فروش اون رمزارز بشه، یا میتونید واریز داشته باشین. روی واریز که کلیک بکنین رمزارزی که شما داخل کیف پول شخصی خودتون توی پلتفرم های دیگه داشته باشین یا توی صرافی های دیگه اگر بخواید توی کیف پول داخلی صرافی نوبیتکس وارد کنید رو از این طریق میتونید وارد کنید. شبکه انتقالتون رو میتونید اینجا انتخاب بکنید. رمزارز مورد نظرتون رو اینجا انتخاب بکنید. فرضاً ما اینجا تتر رو انتخاب کردیم، شبکه TRC20 رو انتخاب میکنیم. آدرس کیف پول TRC20 شما رو اینجا نمایش میده. اینو میتونین کپی بکنین و از این طریق ارسال بکنین به کیف پول داخلی نوبیتکس خودتون، یا از این قسمت میتونین یک QR کدی بگیرین و از طریق اسکن کردن این QR کد میتونین واریز داشته باشین. توی قسمت پایین هم واریزهای اخیری که داشتین موفق یا ناموفق بوده رو به شما نشون میده. برای برداشت رمزارز هم روی گزینه برداشت که کلیک بکنید اون رمزارز مورد نظرتون رو انتخاب میکنید. فرضاً ما تتر رو انتخاب میکنیم. شبکه انتقالمون رو اینجا انتخاب میکنیم و آدرس کیف پول یا صرافی مورد نظری که میخوایم برای اون ارسال بکنیم رو توی این قسمت وارد میکنید. مقدار برداشتی رو توی این قسمت میزنید و
یه کد شناسایی دوملی اگه فعال کرده باشین رو اینجا باید وارد کنید یا همون گوگل اتنتیکیتورتون کارمزدش رو اینجا به شما نشون میده. کارمزدش بر اساس انتخاب شبکه‌تون هست و مبلغ واریز به کیف پول هم اینجا به شما نمایش میده. درخواست برداشت رو که بزنین منتظر تایید برداشت باشید تا سفارش شما انجام بشه. بخش بعدی صرافی قیمت لحظه‌ای است که توی صفحه اصلی دید و توی داشبورد خودتون هم میتونید اون رو مشاهده کنین. بیشترین سود 24 ساعت گذشته چه رمز ارزهایی بودن، بیشترین ریزش رو کدوم‌ها داشتن، بیشترین حجم معاملات واسه کدوم رمز ارزها بوده و جدیدترین رمز ارزهایی که نوبیتکس اضافه کرده هم توی این قسمت میتونین ببینین و پایین هم میتونین رمز ارزهایی که توی نوبیتکس موجود هست و تغییرشون تو 24 ساعت گذشته و یه نمودار هفتگی ساده رو اینجا ببینین. اینجا حالا بازار تومانیش هست، میتونید تغییر بدین. روی بازار تتری نقشه کلی بازار رو هم میتونید اینجا مشاهده بکنین، نسبت به حجمشون نقشه رو نشون میده، بازارهای تتری یا بازار تومان. قسمت بعدی سفارشات باز هست. شما اگر سفارشی در حال انجام داشته باشین رو توی این قسمت به شما نمایش میده و مهمترین قسمت این صرافی قسمت بازارش هست که شما میتونید وارد این قسمت بشید و به شکل‌های مختلفی که ابتدای ویدیو خدمتتون عرض کردم خرید و فروش بکنید. تعیین با قیمت معین. توی خرید و فروش با تعیین قیمت معین اینه که شما قیمتی که مد نظر دارید رو اینجا وارد میکنید، مقداری که میخواین خرید بکنین رو توی این قسمت میزنین، جمع کل اون سفارشی که میخواین انجام بدین رو توی این قسمت به شما نشون میده و روی خرید که بزنین میره توی صفحه انجام تراکنش. توی فروش هم دقیقاً همینطور هست. شما اینجا قیمت رو مشخص میکنید، مقدار و پارامترهای دیگه‌ای که توی خرید هم خدمتتون عرض کردم. توی خرید سریع یا فروش سریع شما میتونید خرید و فروش بکنید به قیمت بازار. شما فقط مقدار رو مشخص میکنید و به آخرین قیمت بازار برای شما میخره یا میفروشه. توی قسمت حد ضرر که وارد بشین میتونید یه حد ضرری برای موجودی خودتون توی صرافی بذارین. مثلا شما بیت کوین دارین، حالا ما مثلا بازار تتریش رو انتخاب میکنیم، بیت کوین به تتر. الان قیمت بیت کوین 16557 تتر هست. شما یه حد ضرری میذارید، میگید اگر قیمت تتر رسید به 16000 روی قیمت 15900 مثلا این مقدار بیت کوین رو برای ما به فروش برسون که حد ضررتون فعال بشه. اگر بازار ریزش کرد حد ضرر شما فعال میشه و روی اون قیمت بیت کوین شما رو به فروش میرسونه. خب نوبیتکس قسمت جدیدی توی معاملات خودش اضافه کرده به نام OCO. شما توی خرید و فروش به روش OCO میتونید اینطور عمل کنید. فرضاً الان قیمت بیت کوین 16557 تتر هست. ما برای خرید قیمتی مشخص میکنیم، میگیم ما میخوایم بیت کوین رو به قیمت 15500 تتر بخریم. حالا اگر بازار صعودی شد و قیمت بیت کوین افزایش پیدا کرد، ما اینجا حد ضرری میذاریم. میگیم اگر بیت کوین قیمتش به 18000 رسید روی قیمت 18100 فرضاً این مقدار بیت کوین رو برای ما بخر. توی قسمت فروش دقیقاً برعکس این هست. توی قسمت فروش مثلا قیمت بیت کوین الان 16557 تتر هست. میگیم ما میخوایم بیت کوینی که توی کیف پول خودمون داریم رو روی قیمت 17000 به فروش برسونیم. اگر بازار نزولی شد و قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد، ما یه حد ضرری برای خودمون میذاریم. میگیم که اگر قیمت بیت کوین به 16000 رسید روی 15500 یه سفارش برای من ثبت کن و این مقدار بیت کوین فرضاً نیم بیت کوین رو برای من به فروش برسون. و آخرین مطلب هم توی بحث کارمزدهای معاملات توی صرافی نوبیتکس هست که برای اینکه کارمزداشو بخوایم ببینیم چقدره، از صفحه اصلی پنل خودمون توی داشبورد اصلی توی قسمت کارمزد معاملات همه اون چیزهایی که در خصوص کارمزد معاملات توی نوبیتکس هست رو اینجا نوشته. توی بازار تتری نوبیتکس شما اگر معاملات خودتون رو انجام بدین، کارمزد برای میکرها 13% هست و کارمزد برای تیکر 15%. اگر سطح کاربریتون به سطح تریدر برسه، کارمزد معاملات خودتون برای حالت میکر میشه 0.1% و برای حالت تیکر ثابت و همون 15% است. حالا اگر توی بازار ریالی شما خرید و فروش بکنین، بر اساس میزان معاملات خودتون توی 30 روز گذشته کارمزدتون تغییر میکنه. اگر کمتر از
10 میلیون تومان معاملاتتون توی 30 روز گذشته باشه 35% کارآموزش هست. اگه بین 10 تا 50 میلیون تومان باشه 0.3% است. اگه بین 50 تا 100 میلیون تومان باشه 25% و اگر توی 30 روز گذشته معاملاتتون بالای 100 میلیون تومان باشه میزان کارآموزی که برای انجام معاملات نوبیتکس از شما دریافت میکنه 0.2% هست. در کنار تمام مزایایی که از صرافی نوبیتکس خدمتتون گفتم، یه سری عیب‌هایی هم طبیعتاً این صرافی داره. یکیش اینه که تعداد رمزارزهایی که پشتیبانی میکنه نسبت به صرافی‌های خارجی و یه سری از رقبای داخلی خودش یه تعداد رمزارز محدودی است. یکی از عیب‌هاش هم اینه که یه مقدار توی واریز و برداشت‌های ریالی و رمزارزی محدودیت‌هایی داره که شاید خوشایند شما نباشه. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوارم که تونسته باشیم کمکی کرده باشیم برای انتخاب یک پلتفرم معاملاتی توی بازار رمزارزها. توی ویدیوهای بعدی صرافی‌های دیگه‌ای رو هم بررسی می‌کنیم. پس با ما همراه باشید.